حافظ ابن قدامه رحمت الله علیه در کتاب عمدة الاحکام حدیث 247 را ذکر کرده گفتند که عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو قال بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. این حدیث از صحابی به نام صعب ابن جثامه آمده است. میگوید که اون کس به پیامبر صلی الله علیه و سلم یک خری وحشی هدیه کرده است. یعنی یک خری وحشی شکار کرده است و آن را هدیه کرده است، حالا که پیامبر صلی الله علیه و سلم در وادی ابوه بودند یا اینکه در وادی ودان بودند، هر دوشان به همدیگر نزدیک است. فرده علیه، پیامبر صلی الله علیه و سلم هدیه را قبول نکردند، هدیهش را برگردانیدند به خودش. فلما رأى ما فی وجه، وقتی که دیدن در رویش آن چیزی که در رویش بود، یعنی روش تغییر یافت، یعنی تبش خیره شد که برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم تحفه ما را قبول نکردن، گفته غمگین که شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در رویش دیدن این را و گفتن که ما این هدیه تو را بر نگردانیدیم مگر به آن خاطر که ما حرم هستیم، یعنی به حج یا عمره. این بعضی علما میگن که این حجۃ الوداع بود، سفری عظیمی، سفری حج بودن و وقتی که این تحفه را آورد گفتن که ما این تحفه را برای آن خاطر برگردانیدیم که ما احرام بستگی هستیم. و ظاهرا آن آدم خاص برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نیت کرده بود. یعنی اگر آدمی شکار کننده حلال باشد و با مقصدی آدم های حاجی یا عمره خورد، گفته اگر شکار کننده هم نادرست است. حدیث پیشینه ابو قتاده شکار کرد، به صحابه ها داد، همه خوردن. اون چی؟ اون میگن که ابو قتاده با نیتی به حاجی ها خوراندن صید کردگی نبود. عادت عرب شکار بینه در حال شکار میکرد. شکارچی بودن خلقی، خاصتا مردم مکه و حجاز عموما. بنابراین وقتی که آن گورخر را دیدن در حال شکار کردند بدون یگان نیت. اما نیت این صحابه خاص برای پیامبر صلی الله علیه و سلم برای تحفه کردن شکار کردگی بود. بنابراین گفتن که ما احرام بستگی هستیم، نیت حج و عمره داریم، یعنی تو این را برای ما شکار کردی. اصلا الله تعالی در حالت حج و عمره شکار کردن را و از گوشت شکاری که مخصوص برای حاجی ها و عمرچی ها شکار شده است خوردنش منع کرد. و فی لفظ لمسلمین رجل حمار، در دیگر لفظ مسلم اون است که یک پای خر را، یعنی پای خری گورخر، نه خری خانگی که حرام است، آورده است تحفه کرده. فی لفظ شق حمار، در بعضی وقتا یک شق یعنی یک جانب یا پهلوی یک خری وحشی را آورده تحفه کرده است. و فی لفظ عجوز حمار، در بعض روایت ها یعنی قسمتی پایان، یعنی خر را، گورخر را. و وجه هذا الحديث مصنف بعد گفتن که انه ظن انه صید لاجله، پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب قبول نکردنشان هدیه را این است که گمان کردند که به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم صید کرد. و المحرم لا یاکل ما صید لاجله، و آدمی احرام بسته از آن صیدی که به خاطر او شده است نمیخورد. با همین کتاب عمدة الاحکام، کتاب حج آن به پایان رسید. الحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات والله تعالی اعلم.